سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این ویدیو با هم دیگه نحوه استخراج دیتا رو در مطالعات سیستماتیک ریویو و متاآنالیز با هم دیگه بررسی می‌کنیم. خب من رامین شهیدی هستم، پزشک عمومی و پژوهشگر حوزه رادیولوژی هوش مصنوعی که به مدت 3 ساله که در زمینه مطالعات سیستماتیک ریویو و متاآنالیز در حال فعالیت هستم. این سری ویدیوها سری چهارم از سری ویدیوهای دوره نگارش سیستماتیک ریویو و متاآنالیز از 0 تا 100 هستش که تو این ویدیو با هم دیگه دیتا اکسترکشن به روش خلاقانه و سریع و در نهایت نحوه آماده سازی دیتا برای متاآنالیز رو با هم دیگه بحث می‌کنیم. در این سری ویدیوهایی که خدمتتون ارائه میشه در ابتدا با هم دیگه نحوه دیتا اکسترکشن و این سری مفاهیم اولیه رو در مورد این قضیه با هم بررسی می‌کنیم. به این سوال جواب میدیم که چه داده‌هایی رو ما نیاز داریم برای مطالعات مختلف از مقالات استخراج کنیم توی مطالعات سیستماتیک ریویو. در نهایت با هم دیگه ارزیابی می‌کنیم که برای اینکه بخوایم یک تیبل دیتا اکسترکشن درست کنیم باید در واقع چیزایی رو مورد نظر قرار بدیم. یکی دو تا مقاله رو با هم دیگه میایم نحوه استخراج دیتا رو براش ارزیابی می‌کنیم و در نهایت روشی رو که مربوط به نحوه استخراج دیتا با استفاده از هوش مصنوعی هست رو من خدمتتون ارائه میدم. در ادامه کار با هم دیگه یک فرضیه جالب رو تست می‌کنیم که در ادامه خدمتتون توضیح میدم که به چه شکل هستش و به عنوان سرفصل پایانی یک آیتم خیلی مهم رو با هم دیگه ارزیابی می‌کنیم از این بابت که خب ما الان تو این دوره می‌خوایم متاآنالیز ارزش تشخیصی و متاآنالیز بررسی شیوع رو یاد بگیریم. بنابراین برای این نوع از متاآنالیز ما نیاز داریم که یک دیتای خاصی استخراج بشه از مطالعات. برای استخراج این نوع دیتا باید حتما ما یه سری نکات مورد توجه قرار بدیم و خب من تو این ویدیو یک قسمت رو کاملا به این موضوع اختصاص دادم که چطوری دیتای صحیح رو برای کار متاآنالیزمون بتونیم از مطالعات استخراج کنیم. در پایان ویدیوها هم انجام 3 تا تمرین رو با هم دیگه ارزیابی می‌کنیم. خب بدون اطلاع وقت میریم سراغ بخش اول که بخش مفاهیم دیتا اکسترکشن هستش. خب الان ما اومدیم وارد بخش دیتا اکسترکشن شدیم و خب خروجی مرحله قبلی که با هم دیگه ارزیابی کردیم چی بود؟ خروجیش این بود که ما بر اساس یک اینکلوژن کرایتریای سفت و سختی که داشتیم تونستیم یه تعدادی مقاله فول تکست پیدا کنیم و الان توی مرحله دیتا اکسترکشن میخوایم بیایم دیتاهایی رو بر اساس نیازی که داریم برای نوع متاآنالیزمون یا سیستماتیک ریویومون بیایم در واقع از این مطالعات فول تکست استخراج کنیم. قبل از اینکه بخوام این سری نکات رو در مورد دیتا اکسترکشن خدمتتون بگم، میریم با هم دیگه تیبل دیتا اکسترکشن چند تا مطالعه رو با هم دیگه ارزیابی می‌کنیم و یه سری نکات رو از روی مقالات متوجه میشیم. خب دوستان، من به صورت رندوم از سایت پابمد 3 تا مقاله در مورد گلیوبلاستوما دانلود کردم، 3 تا مقاله متاآنالیز و سیستماتیک ریویو و خب با هم دیگه میریم و مطالبی رو در مورد این تیبل دیتا اکسترکشن این مطالعات با هم دیگه ارزیابی می‌کنیم. خب مقاله در مورد حالا یک نوع درمان خاص با در واقع ارتباطش با سروایوال مریض های گلیوبلاستوما است. ما دنبال جدول دیتا اکسترکشن این مطالعه میگردیم. خب الان توی مطالعه به شکل عمودی گذاشته، ما باید به صورت افقی تبدیلش کنیم و با هم دیگه سری ارزیابی ها رو انجام بدیم. من اینو بخوام فکر کنم بتونم از اینجا آره. خب الان بخوایم مشاهده کنیم اومده یه سری گفته کلینیکال استادیز evaluating the فلان با ارتباطش با در واقع سروایوال مریضای گلیوبلاستوما. این جدول دیتا اکسترکشن این مطالعه است که معمولا به عنوان تیبل 1 ما توی مطالعهمون میایم نشونش میدیم. اگه دقت کنید خب اومده اول گفته که حالا چون تعداد مطالعاتی که اینکلود کرده اسم مطالعات اینکلود شده، یعنی اسم نویسنده اول اتال یعنی همکاران، مثلا استاپ اتال یعنی استاپ و همکاران، سال چاپش رو نوشته، مثلا اینجا نوشته چن اتال مطالعه چن و همکاران در سال 2022. اومده هم سایتیشن مربوط به این مقاله هم اینجا ایمپورت کرده که حالا به همون روشی که من اونجا خدمتتون توضیح دادم توی بخش اسکرینینگ میتونین در واقع بعضی از ژورنال از شما میخوان که رفرنس رو مثلا توی تیبل دیتا اکسترکشن ایمپورت کنید، بعضیا نمیخوان. خب طبیعتاً بسته به نیاز ژورنال میتونین اینو مودیفای کنید. اینکه مطالعه در کجا انجام شده، مثلا این مطالعه جهانی بوده، این مطالعه توی آمریکا انجام شده و به همین شکل در واقع گروه مثلا این حالا نوع درمان، بعضیشون مثلا فرض کن یه نوع درمان گرفتن، بعضیشون 2 تا درمان و حالا این گروه درمان از هم دیگه جدا کرده. نامبر آف در واقع کل پیشنتس رو اومده گذاشته، هر مطالعه چه تعداد مریض داشته توی مثلا چیزهای مختلف
چون الان این چیزی که اینجا مشخصه اینه که هر کدوم از این مطالعات دو گروه شرکت کننده دارن. یک گروه حالا TT Fields، حالا یه نوع درمان خاص، به علاوه SOC کمورادیوتراپی، بعضیشون در واقع فقط SOC خالیان، یعنی یکشون تارگتد تراپیه، یکشون کامباین تراپی، یکشون در واقع یک نوع درمان خاص اومده ارزیابی کرده. یعنی هدف این مطالعه این بوده بیاد که یه درمان تک درمانی رو، مونوتراپی رو بیاد با کامباین تراپی در واقع ارزیابی کنه. میانگین سنی در واقع مریض های هر گروه رو گذاشته، نسبت میل تو فیمیل گذاشته، چه تعداد خانم بوده. این الان 68-32 نشون میده که چون الان برابر با 466 نیست و مساوی با 100 میشه، یعنی درصدش رو داره میگه، درصد مثلا آقایان در این 466 تا 68% بوده و خانم ها 32%. و به همین شکل در مورد همه، حالا این در مورد IDH1 میوتیشن اومده صحبت کرده و حالا تمام اون جهش هایی که اومده ارزیابی کرده. در مورد اوورال سروایوال این مریضا اومده گفته که مثلا این دسته مثلا فرض کن 21 ماه سروایوال داشتن، زنده موندن. این دسته که تک مونوتراپی داشتن 16 ماه در واقع زنده بودن. بنابراین دسته‌ای که تارگت اون کامباین تراپی انجام داده، احتمال در واقع زنده موندن این دسته از مریض ها در واقع بیشتر بوده. و به همین شکل حالا اومده چیزهای مختلف رو در آورده. هازارد ریشیو اون افکت سایزیه که حالا ما متاانالیز هازارد ریشیو رو تو این دوره با هم دیگه ارزیابی نمی‌کنیم. توی دوره متاانالیز پیشرفته که حالا احتمالاً من اواسط سال 1403 بخوام ارائهش بدم ارزیابی خواهیم کرد. منتها بحثی که به وجود میاد این افکت سایزیه که برای این نوع از مطالعات استفاده میشه. و به همین شکل مشاهده میکنید که یه سری دیتاهایی که مورد نیازش هست رو میاد از مطالعات ارزیابی در واقع استخراج میکنه که بتونه در نهایت بیاد کارشو انجام بده. ما در نهایت این دیتایی که تو این در نهایت ریزالت و دیسکاشن کارمون رو بر اساس همین دیتایی که از این مطالعات استخراج کردیم میایم می‌نویسیم. طبیعتاً ما دو دسته دیتا داریم، یه دسته دیتای عددی که تو این تیبل دیتا اکسترکشن ما استخراج می‌کنیم، یه دسته دیتای حال توصیفی که ما هم ریزالت مقالمون رو در نهایت یک بخشش رو به صورت توصیفی می‌نویسیم. مثلا می‌نویسیم آقا کشوری که توش مطالعات انجام شده بود 30% آمریکا بود، نمیدونم 20% چین بود و چیزهای مختلف. یا مثلا فرض کن چیزهای مختلفی که وجود داره، مثلا میگیم که تعداد کل مریضا رو میشماریم، میگیم مثلا در نهایت تو کل این مثلا 20 تا مطالعه‌ای که ما اینکلود کردیم مثلا 20000 تا مریض در واقع ارزیابی شده. به صورت توصیفی اینا رو ارزیابی میکنیم. یه سری دیتاهایی هم که توی جدول استخراج میکنیم هم در نهایت توی بخش متاانالیزمون استفاده میشه که ما با آنالیز آماری که انجام میدیم میایم یه دیتای جدید رو جنریت میکنیم و یه سری نتایج رو ارائه میدیم. بنابراین ریزالتی که ما در نهایت بر اساس این تیبل دیتا اکسترکشن می‌نویسیم شامل یک بخش توصیفیه که با استفاده از دیتاهای توصیفی تیبل دیتا اکسترکشن میایم می‌نویسیم. یک بخش از در واقع ریزالتمون هم بخش عددی و یا بخش در واقع کوانتیتیتیو کمی کار ماست که ما باید اینو با آنالیزی که انجام میدیم نتایج آنالیز رو بیایم توی ریزالت ارائه بدیم. خب بعد زیر این تیبل معمولا همیشه یک دیسکریپشن داریم، چون معمولا این سری واژه‌هایی به کار میبریم که خب طبیعتا شاید مشخص نباشه که منظور چیه. مثلا SOC به معنای استاندارد آف کر یا مثلا چیزای دیگه. مسئله‌ای که به وجود میاد، خب یه نکته که همینجا خدمتتون بگم، من اینو برش گردونم به حالت عادی. دقت داشته باشین دوستان که ما خب طبیعتا 4 تا بخش خاص تو مقاله داریم: اینتروداکشن، متد، ریزالت و دیسکاشن. توی بخش اینتروداکشن خب ما یه توصیف کوچولو می‌نویسیم در مورد اینکه خب طبیعتا مطالعه‌مون مثلا لاین کانسر شایعه، ما این کار انجام دادیم فلان بیساره. در نهایتش به یه جمله میرسیم که آقا میگیم با تمام این صحبتایی که کردیم مطالعه ما ارزش انجام داره. پس این شد اینتروداکشن، میره کنار. میریم سراغ متد. توی متد در واقع باید بر اساس هدف مطالعه‌ای که داریم توضیح بدیم که توی بخش‌های مختلف می‌خوایم چیکار انجام بدیم. مثلا سرچ که می‌خوایم انجام بدیم به چه شکل، اسکرینینگمون به چه شکل خواهد بود، با چه نرم افزاری می‌خوایم انجام بدیم. یک بخش از این متدی که داریم می‌نویسیم مربوط به دیتا اکسترکشنه که توی اون میایم چیکار می‌کنیم؟ میایم می‌نویسیم که مثلا الان این بخش دیتا اکسترکشن رو توجه داشته باشین. اومده گفته که آقا ما پروگنوستیک دیتا که در واقع حالا چیزای خاص توصیف می‌کنه و اومدیم استخراج کردیم توی مطالعه‌مون. در نهایت چیزی که توی بخش دیتا اکسترکشن متد میاره، اولا میاد می‌نویسه که ما چطوری دیتا اکسترکشن اون انجام شده. معمولا به این شکل می‌نویسه که چی
دیتا اکسترکشن توسط 2 نفر انجام شده، یه نفر سومی اومده دابل چک کرده. دیتا اکسترکشنمون رو ما با پری دیفایند در واقع اکسل داکیومنت اومدیم چیزش کردیم، یعنی اکسلی از قبل طراحی شده برای نویسندگان ارسال شده و اونا نوشتن، اونا اون کار در واقع دیتا اکسترکشن رو انجام دادن. در ادامهش میاد مینویسه که مثلا ما چه دیتایی رو، مثلا همین اینایی هست که شما تو این جدول مشاهده میکنید، میاد مینویسه، میگه ما از مطالعاتمون سال چاپ رو درآوردیم، ریجن رو درآوردیم، تعداد مریضا رو درآوردیم، ایجشون رو درآوردیم، همه اینایی که اینجا هست و حتما باید توی بخش دیتا اکسترکشن متد بنویسه که دقیقاً چه دیتایی قرار درآورده بشه که حالا بعداً توی تیبل دیتا اکسترکشن اینا رو بیاد نشون بده. و آره به این شکل پس میاد جلو. و یه نکته دیگه هم که وجود داره، بعضی از اوقات ما برای انجام متاآنالیز نیاز داریم که سری دستکاریایی تو دیتا انجام بدیم که من در ادامه ویدیو توی بخش متاآنالیز کار بهتون نشون میدم که چه دستکاریایی ممکنه نیاز بشه. بنابراین بعضی از اوقات دستکاریایی که توی دیتاتون انجام میدین رو هم حتما باید بیاین و بنویسین اینجا، چون طبیعتاً هم ژورنال، هم ریویور ژورنال، هم ادیتور ژورنال، هم خواننده از شما انتظار داره که خب طبیعتاً بدونه که شما دقیقاً چه کاری رو روی دیتا انجام دادین و در نهایت به چه شکل اومدین نتایجی که دارین ارائه میدین رو به دست آوردین. بنابراین این بخش از شما هر کاری که انجام میدین توی بخش دیتا اکسترکشن، روش کارتون و اون ستون‌هایی که توی جدولاتون وجود داره و هر نوع دستکاری که توی دیتا انجام میدین حتما باید توی بخش دیتا اکسترکشن متد بنویسین و خب توی مقالتون ریپورت کنید. مقاله بعدی که با هم بررسی میکنیم خب در مورد بیومارکرهای مولکولی توی گلیوبلاستوما است. ما میام اینو جدول دیتا اکسترکشن رو با هم دیگه یه نگاهی میکنیم ببینیم چیزی برای ارائه بهمون داره. مشاهده میکنین که نوشته معمولا اسم جدول رو میذاره The Characteristics of the Included Studies، ویژگی‌های در واقع مطالعات اینکلود شده که میاد مثلا استادی، پابلیشد یر، این که در واقع اون هیستولوژی اون چیزی که بررسی شده چی بوده. معمولا حالا بعضیشون مثلا یه جایی مثلا گلیوبلاستومای عود کننده بوده، یه جایی گلیوبلاستومای تازه تشخیص داده شده. نوع مطالعه رو می‌نویسه که مثلا یا رتروسپکتیو، پروسپکتیو یا چیزای مختلفه. نوع درمانی که برای این نوع تومور استفاده شده، مثلا میاد می‌نویسه مدین ایج، نمبر اف پیشنتس و در نهایت اون اند پوینت یا آوتکامی که توی مطالعات ارزیابی شده. مثلا توی این مطالعه‌ای که بوده مثلا عبدالله اتال اومده اوورال سروایوال مریضا رو ارزیابی کرده و اون بیومارکری هم که اومدن توی این مطالعه خاص بررسی کردن مثلا EGFR و TP53 بوده. طبیعتا در نهایت میاد حالا با استفاده از این جدولی که به دست آورده میاد و اون متاآنالیزش رو انجام میده، میاد اون سیستماتیک ریویو و متاآنالیز رو انجام میده. بخش دیتا اکسترکشن چیزش رو بخوایم ببینیم، اصلا محال ممکنه یک مقاله بخش دیتا اکسترکشن متد نداشته باشه. میگه که آقا ما این تعداد در واقع مطالعه‌مون رو چیز کردیم. البته یک اشتباهی که این مطالعه انجام داده، چه اشتباهی انجام داده؟ ما توی متد کارمون به هیچ وجه نباید در واقع در مورد ریزالت کارمون بنویسیم. این اومده گفته چی؟ گفته که مثلا ultimately a subset of 26 publications included for data extraction. خب این که ما 26 تا مطالعه اینکلود شده یک نتیجه کار ماست. این اصلا به نظر من در واقع این مطالعه بایاس داره که خب طبیعتا این اصلا اگه من داور بودم قطعا به این گیر میدادم و قطعا این باید ادیت میشد. و چیزی که هست شما اصلا در مورد نتایج کارتون، این که مثلا 26 تا مطالعه اینکلود کردین، این نتیجه کار مثلا اسکرینینگ شماست. شما درسته در مورد پروسه اسکرینینگتون میان توضیح میدین در واقع توی کار، ولی شما حق ندارین بیاین در مورد اینکه نتایج کارتون به چه شکل بوده توی این بخش مثلا متد بیاین عنوان کنین این سری مطالبی. و به هر حال مسئله‌ای که هست اومده مثلا اینکه چه دیتاهایی رو از مطالعات درآورده نوشته. و پس اینجا یک نکته جالب یاد گرفتین، اینکه شما توی متد کارتون نباید در مورد ریزالت کارتون صحبت کنین. و یه چیزی هم بهتون بگم، حالا این نکته جدا از در واقع این مبحث، یه سری ژورنال هایی داریم، یه سری مجموعه انتشارات داریم به نام مجموعه انتشارات MDPI که ژورنال های خیلی زیادی در واقع داره. ژورنال ها معمولا ایمپکت های خوبی هم دارن
و مثلا توی سایت های ISI، پابمد و جای مختلف هم ایندکس میشن. منتها این ژورنال اصلا امکان ویو کردن خیلی کم داره، یعنی اینکه شما بتونین مقاله رو به رایگان داخلش چاپ کنین مثل الزویر یا اشپرینگر و خب همیشه پول میگیره و شما اگه پول بهش بدین معمولا خیلی راحت مقالاتون رو چاپ میکنه. معمولا مقالاتی که توی این دسته از ژورنال‌های مربوط به این انتشارات چاپ میشه خیلی نمیشه بهش رلای کرد. معمولا خیلی ساده داوری رو انجام میده، چون هدفش بیشتر در واقع پوله و میخواد به قول گفتنی خیلی زود پیپر رو چاپ کنه که بتونه از نویسندگان پول بگیره. بنابراین مسئله‌ای که به وجود میاد، من این سری اشتباهات رو توی مقالات مربوط به MDPI چندین بار دیدم و این نشون میده که خب طبیعتاً اینا خیلی پیر ریویوی سختی ندارن برای مطالعاتی که داخلشون چاپ میشه. خب مسئله‌ای که به وجود میاد، پس ما دیدیم که خب یه سری دیتاهایی رو این مطالعه در واقع استخراج کرده بود و خب طبیعتاً توضیحی هم داخل کار برای ما نوشته بود در مورد دیتا اکسترکشن که یک اشتباهی هم ازش گرفتیم. میریم سراغ مطالعه بعدی. مطالعه بعدی در مورد ارتباط extent of resection with survival in glioblastoma هست. اینکه اون حجمی از برین که توی جراحی مغز اعصاب ریزکت میشه چقدر در واقع ارتباط داره با زنده موندن مریضای گلیوبلاستوما. میایم سراغ جدول دیتا اکسترکشن این مطالعه که احتمالاً بعد از این مقاله اصلی باشه. خب الان میبینیم تا یه سری نکاتی اونجا نوشته، بیشتر در مورد متاآنالیز کارشه. این در مورد خب جدول خاصی برای چیز نذاشته، جدول مربوط به دیتا اکسترکشنش. اینا حالا دیتایی که بیشتر توی متاآنالیز استفاده شده. خب این مطالعه الان یه بایاس بزرگ دارن، تیبلش ما از کجا پیدا کنیم؟ و خب حالا زیاد مهم نیست این قضیه. در کل خواستم یه اوورویو کلی بگیرین در مورد اینکه کلا کار سیستماتیک ریویو و متاآنالیز، اصلا فلسفه تیبل دیتا اکسترکشن به چه شکله و شما خب طبیعتا الان باید بتونید بر اساس پیکو سوال مطالعه‌ای که دارین و مطالعاتی که اینکلود کردین بیاین یک تیبل دیتا اکسترکشن طراحی کنید و برید سراغ استخراج دیتا از مقالات که بتونید بعد از استخراج دیتا بیاین ریزالتتون رو چه به صورت توصیفی چه به صورت حالا متاآنالیز بیاین بنویسین. خب با هم دیگه چند تا مقاله رو بررسی کردیم و خب مثل نکات رو متوجه شدیم با هم دیگه. نکته دومی که من میخوام در موردش صحبت کنم، همونطوری که توی بخش اسکرینینگ هم خدمتتون توضیح دادم، حتما این قسمت هم باید توسط دو نفر مختلف به صورت مستقل و بلایندد انجام بشه، یعنی ایندیپندنت و بلایندد. لطفا از این قضیه استفاده کنید، اینکه توی مطالعاتتون معمولا سعی کنید که کسایی که معمولا مخصوصا دیتا اکسترکشن رو انجام میدن رو در ابتدای کار با هم دیگه آشنا نکنین. یعنی شما یه چیزی که باب هست توی حالا اکثر جایی که من دیدم اینه که مثلا فرض کن 5 تا 10 تا نویسنده که میخوان یک متاآنالیز انجام بدن میان یه گروه واتساپ یا یه گروه تلگرام میزنن، همشون توی گروه عضو میشن، معلومه که کی قراره چه کاری انجام بده. این یک بایاس خیلی بزرگه و شما به عنوان کسی که میخواین حالا بعداً مقالات سیستماتیک ریویو رو رهبری کنید، حتما حواستون باشه که این افراد رو با هم دیگه آشنا نکنین. امکان توانی کردن وجود داره که بخوان، چون من اینو یک بار دیدم به عینه توی حالا کاری که خودم انجام میدادم و بعدش متوجه شدم که این بلایندد بودن اعضا به هم دیگه خیلی میتونه کمک کنه به کیفیت کاری که انجام میشه. چون طبیعتا شما شناسنامه ریسرچریتونه دیگه، شما یک از کاراتون ایراد بهش بخوره یا ریترکت بشه، در نهایت اون آبروی شماست که در واقع میره. اون شخصی که این کار انجام داده شاید طبیعتا خیلی متضرر نشه مثل شما. بنابراین مسئله‌ای که به وجود میاد، شما بهتره که دیتاهایی که استخراج میشه توسط دو نفر به صورت بلایندد و ایندیپندنت باشه، دیتا به دست نفر سوم برسه و این نفر سوم بیاد و چیکار انجام بده؟ این دیتاهای دو نفر رو با هم دیگه دبل چک کنه. اگه دیتاهای دو نفر یکی باشه خب قطعا درسته، به عنوان نفر سوم شما تیکو میذارین و این دیتا وارد جدول اصلی مقاله میشه. منتها اگه دیتای دو نفر با هم دیگه تناقض داشته باشه، شما قطعا به عنوان نفر سوم باید برین داخل مقاله و خودتون به عنوان نفر سوم چک کنید حتما و نظر نهایی رو در مورد این قضیه بذارین. بعضی از اوقات هم هست تو بعضی از مطالعات اینم روش صحیحیه، گفته میشه که آقا شما میتونین دو نفر به صورت مستقل
بیان مثلا این کار دیتا اکسترکشن رو انجام بدن. 2 نفری که اکسپرت هم هستن، بعد با هم دیگه بیان یکی یکی مثلا توی جلسه زومی، جلسه میتینگ یا جلسه حضوری بیان با هم دیگه اینکه اینا رو دیتا رو کنار هم دیگه بذارن، یکی یکی با هم دیگه بحث کنن روی ستون هایی که اختلاف وجود داره و به نتیجه برسن. اینم روش درستیه. یعنی تو خیلی از مطالعات شما مشاهده کنین اینم می‌نویسه که میگه در واقع اون چیزای، اون کانفلیکت هایی که وجود داشته توسط کانسنسوس، توسط دیسکاشن اومده بحث شده و به یک توافقی رسیدن. بنابراین شما از این یکی از این دو روش، حالا روش دوم طبیعتا اون حالت بلایندد رو نداره، ولی خب طبیعتا بازم کار اشتباهی نیست. و خب نکته بعدی که با هم دیگه ارزیابی می‌کنیم در مورد اینه که حالا ما توی بخش فول تکست اسکرینینگ بهتون میگفتیم چی؟ شما بیاین در واقع بخش متد مقاله رو بررسی کنید و با توجه به بخش متد در نظر بگیرین که شما میخواین این مطالعه رو اینکلود کنین یا نه، آیا این کرایتریای اینکلوژن شما رو کامل داره یا خیر. خیلی از اوقات برای خودم پیش اومده که من وارد بخش دیتا اکسترکشن میشم، یه مقاله‌ای رو بررسی میکنم و خب کلی از دیتای مقاله استخراج میشه، یه جایی ما متوجه میشیم که یه دیتای خاص رو نداره یا مثلا به یه شکل در واقع دیتا رو ریپورت کرده یا چیز کرده که ما اون زمان توی اسکرینینگ این قضیه رو مورد توجه نداشتیم. الان متوجه شدیم که دیتا نباید به این شکل مثلا تفسیر بشه توی این مطالعه و اینجا مثلا ما حالا یا به علت نقص دیتا یا به علت یه اینکلوژن کرایتریا جدیدی که اضافه شده تصمیم میگیریم که این مطالعه رو از کارمون حذف کنیم. بنابراین در سیر دیتا اکسترکشن هم ممکنه بعضی از مطالعات حذف بشن از کارتون و خب طبیعتاً بعد از اینکه این مطالعات حذف شدن حتما حواستون باشه که باید فلوچارت پریسمایی هم که طراحی کردین رو حتما اعدادش رو ادیت کنین و این حذفی که الان صورت میگیره رو دیگه لزومی نداره بنویسین توی مرحله دیتا اکسترکشن حذف شده. همون توی مرحله فول تکست اسکرینینگ به عنوان یکی از دلایلی که مثلا مطالعات حذف میشن توی بخش دیتا اکسترکشن میتونین اینو بیاین و آپدیتش کنید. نکته بعدی که حتما باید خیلی بهش توجه داشته باشیم و اگه به این قضیه دقت نکنید در مورد اراتوم ها یا تصحیح هایی که روی یک مقاله صورت میگیره. حالا من توی ویدیوی قبلی توی بخش اسکرینینگ توضیح دادم که حالا در مورد رترکت و اراتوم، مطالعاتی که اراتوم دارن رو شما حتما توی کارتون میتونید بیارید، هیچ موردی نداره. طبیعتا دیتاشون رو صحیح کردن دیگه، حالا یه اشتباهی وجود داشته اشتباهشون رو تصحیح کردن و الان شما دسترسی کامل به دیتای صحیح این مقاله دارین. حتما هم اراتوم هم فایل اصلی مقاله رو کنار هم قرار بدین و بیاین دیتا اکسترکشن رو انجام بدین که با امید خدا اون دیتایی که به دست میارین دیتای کاملا صحیحی باشه. خب این سری مفاهیم کلی بود که من دوست داشتم در مورد دیتا اکسترکشن بهتون انتقال بدم. در کل میخواین سری ویژگی‌ها، یه سری مطالب رو از مقالاتی که تو مرحله اسکرینینگ اینکلود کردیم بیاین استخراج کنین و با توجه به این مطالب استخراج شده بیاین و کارتون رو ادامه بدین با نوشتن ریزالت و انجام متاآنالیز.